اگه واقعا دنبال اینی که توی خونه 6 تیکه بسازی و حاضر باشی براش تلاش کنی، تمرینی که الان میخوام باهات به اشتراک بذارم میتونه خیلی کمکت کنه و حسابی به چالش بکشونته. دو تا از بزرگترین اشتباهاتی که توی مردم دیدم این بود که یا رژیمشون درست نبود یا تمرین شکمشون اشتباه بود. پس اولی کار بهتره بدونی که سبک تمرینی که برای این برنامه پیشنهاد میکنم به صورت بازه‌های کوتاهه. به این صورت که 20 ثانیه تمرین میکنی، سپس 10 ثانیه استراحت و بعدش میری سراغ حرکت بعدی. ممکنه این کار ساده به نظر بیاد، ولی با این 10 تا حرکت راحت میتونی بارتو ببندی. قبل از هر چیزی اینم بهتون بگم که من اصلا توی اسم گذاریشون هیچ دخلی ندارم و حتی خودم نمیدونم چرا اسمشون اینطوریه. به هر حال بریم سراغ اولین حرکت که معروفه به درازنشست نیروی دریایی. این حرکت خیلی موثره و اتفاقا تمرین مورد علاقه بنده است. راسته اینم مجتباست، شاگرد خلوچلمه. خب برای شروع روی زمین دراز بکش و پاهاتو کاملا صاف و کنار هم بذار، ولی نباید روی زمین باشن. حالا بیا بالا و آرنج یکی از دستات رو به زانوی مخالف برسون. بعد دوباره برگرد به حالت اول. یه بار با این سمت بدنت و یه بار هم با اون سمت بدنت همین کار رو تا 20 ثانیه ادامه بده. بعد از اون یه استراحت 10 ثانیه کوتاه بگیر و برو سراغ حرکت بعدی. وقتی داری این تمرین رو انجام میدی، حواست باشه که تیغه های شونت رو از زمین جدا کنی و بالا تنت رو واقعا بالا بیاری، نه اینکه فقط به چپ و راست بچرخی. برای حرکت بعدی یعنی وضعیت ثابت، روی زمین دراز بکش، پاهاتو صاف کن و دستاتو بالای سرت دراز کن. حالا شونه و پاهاتو از زمین جدا کن تا بدنت به شکل وی در بیاد، اما به جای اینکه برگردی پایین، توی همین حالت بمون و دستاتو به سمت نوک پاهات دراز کن. اگه مردی این وضعیت رو 20 ثانیه ادامه بده. اگرم برات سخته، خب نسخه ساده ترش رو انجام بده، یعنی دستاتو پشت سرت بذار، تیغه های شونت رو بالا بیار و شکمتو صاف کن و توی همون حالت بمون. بعد از این حرکت هم 10 ثانیه استراحت کن و بعدش برو سراغ حرکت بعدی، یعنی کرانچ پروانه‌ای. برای این حرکت کف پاهاتو به هم بچسبون و زانوهاتو به دو طرف خم کن تا بیرون برن. همینطور که روی زمین دراز کشیدی، دستاتو صاف ببر بالا. حالا شونت رو از زمین جدا کن و دستاتو مستقیم به سمت بالا ببر، نه جلو. اشتباه خیلی‌ها اینه که دستشون رو به سمت پاها میبرن که حرکت رو اتفاقا آسان‌تر میکنه. هدفت باید یه زاویه‌ای تقریبا 90 درجه نسبت به زمین باشه. اگه نسخه ساده ترش رو هم میخوای، کافیه زانوهاتو خم کنی و کف پاهاتو روی زمین بذاری و با هر تکرار دستاتو از روی رونت تا زانوهات ببری. بعد از 20 ثانیه باید احساس کنی که شکمت داره میسوزه، ولی این بار به جای اینکه استراحت کنی، برگرد و حرکت کشش کبرا رو انجام بده. به این صورت که کف دستات رو روی زمین بذار، آرنجاتو صاف کن، قفسه سینت رو بالا بیار و نگاهت رو به سمت سقف ببر، در حالی که لگنت روی زمین باقی میمونه. این وضعیت رو هم به مدت 20 ثانیه نگه دار. حرکت بعدی لگ رایز یا بالا بردن پاهاست. اگه چیز محکم و ثابت بالای سرت داری که بتونی بگیریش، حتما ازش استفاده کن. در غیر این صورت کف دستات رو زیر باسنت بذار و شستت رو هم باز کن، به طوری که بتونی محکم خودتو نگه داری. حالا که جات صفر شد، پاهاتو بیار بالا تا پاشنهات مستقیم به سمت سقف قرار بگیرن و لگنت هم از زمین جدا بشه. دقت کن که پاهات نباید بیان بالای سرت ها، باید مستقیم ببرشون به سمت سقف. حالا لگنتو بچسبون به زمین و یکم پاهاتو ببر عقب و دوباره همین روند رو تکرار کن. الان وقتشه که بریم سراغ عضلات پهلو، یعنی حرکت وی مایل. به پهلو دراز بکش، ولی لگنت رو طوری زمین بذار که زاویه‌اش 60 درجه بشه. نباید روی استخوان لگنت قرار بگیری. دستی که به زمین نزدیک‌تره رو صاف جلوی خودت دراز کن و دست دیگه رو پشت سرت بذار. حالا بالا تنه و پایین تنت رو همزمان بالا بیار و آرنج و زانوهات رو به هم برسون. اگه این حرکت برات سخته، به پشت دراز بکش، زانوهات رو به یه سمت بچرخون و روی هم بذار. بعد تو همین حالت سعی کن کرانچ انجام بدی. برای انجام حرکت چاقوی تاشو، برو یه گوشه دراز بکش، پاهاتو صاف کن و کف پاهات رو کمی از زمین جدا کن. دستاتو صاف جلوی خودت نگه دار و همزمان زانوها و سینت رو به سمت هم بیار. دوباره برگرد به عقب، ولی مواظب باش که شونه‌هات به زمین نخورن. دوباره همین حرکت رو پشت سر هم انجام بده. برای ساده تر کردنش هم میتونی کف دستات رو پشتت روی زمین بذاری تا بدنت رو حمایت کنن. همچنین برای سخت تر کردنش هم میتونی یه سری وزنه بذاری بین پاهات. بعد از 20 ثانیه استراحت نکن. مستقیم برو سراغ حرکت کشش کبرا. اونم به مدت 20 ثانیه و سپس 10 ثانیه استراحت. برای حرکت بعدی بدنت رو در وضعیت شنا یا پلانک قرار بده. حالا یکی از زانوهات رو به سمت آرنج مخالفش بیار بالا و بعد سری سمت دیگه رو تکرار کن. رفت و برگشتی.
تمرکزت باید روی منقبض کردن عضلات شکم باشه، طوری که انگار میخوای زانوت به زیر بغلت بخوره. اگه این حرکت برات سخته میتونی از حالت معمولیش استفاده کنی، یعنی پاها رو به سمت جلو و عقب ببری. برای حرکت ویاب به پشت دراز بکش، پاهات رو صاف کن و طوری نگه دار که چند سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشن. دستات رو هم صاف بالای سرت ببر. حالا همزمان دستات و یکی از پاهات رو بالا بیار تا جایی که سعی کنی نوک انگشتت به پاهات بخوره. بعد برگرد به حالت شروع و سمت دیگر رو تکرار کن به صورت رفت و برگشتی. برای سخت‌تر کردن تمام این حرکات میتونید از وزنه استفاده کنید، اما اگه بخواید راحت ترش کنی، به جای اینکه پاهات رو معلق نگه داری، اونا رو روی زمین بذار. و اما حرکت آخر که بهش میگن نیش عقرب. مثل همیشه روی زمین دراز بکش، دستاتو باز کن و پاهاتو به حالت 90 درجه در بیار. حالا بدون اینکه سینت تکون بخوره، سعی کن با چرخوندن پهلوات پاهات رو به این ور و اون ور ببری. این کار قشنگ پهلوهاتون میکشه. اگه خواستید سخت ترش کنید، میتونید با وزنه و روی میز شیبدار این کارو بکنید که حرفه‌ای یا میدونن منظورم چیه. و تمام رفقا، امیدوارم این تمرین واقعا بهتون کمک کرده باشه. یادتون باشه که بعد از یه مدتی بدن به این تمرینا عادت میکنه، پس حتما تمریناتتون رو توی یه دوره 2 ماهه عوض کنید. خوشبختانه چالش‌ها و تمرینای بیشتری قراره بهتون یاد بدم، پس نگران هیچی نباشید. تا ویدیوی بعدی برق رفت.